سلام، من مجید کثیری هستم. امسال هشتمین کنفرانس بین‌المللی برند ایران در سالن همیشه رازی در 11 و 12 اسفند ماه برگزار میشه. افتخار اینو دارم که در روز دوم این همایش در ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر میزبان شما باشم در کارگاهی تخصصی با عنوان نقش رسانه‌های اجتماعی در توسعه برند. توصیه میکنم در این کارگاه حضور پیدا کنید. تلاش میکنیم آشنایی کلی با مفاهیم برندسازی از طریق رسانه‌های اجتماعی رو آموزش بدیم و همینطور ابزارهای لازم برای موفقیت در برندسازی و انتقال پیام از طریق این رسانه‌ها. امیدوارم که این بتونه کارگاه 2 ساعته نقش مهمی رو در آشنایی کلی با این مفاهیم داشته باشه. برای ثبت نام در این کارگاه میتونید به سایت همایش با آدرس iranbrandhouse.ir تکرار میکنم iranbrandhouse.ir مراجعه کنید و اونجا ثبت نام لازم رو انجام بدید. توی این کارگاه و این کنفرانس امیدوارم ببینمتون. موفق باشید.